داریم میریم سوار اتوبوس بشیم و ممکنه که ما رو جا بذاریم. جنگ بالش ها. های اینجا میزنیم. جنگ بالش ها اینطوری بود که با هم دیگه می جنگیدیم با بالش. میگم مخصوصا بچه های در دهه 60 و انقدر میدیم به هم که یه نفر نفله بشه و معمولا اگر طرف جنگ تو یک پسر بود، مثلا برادرت بود یا حالا پسر خاله‌هات، غالبا اینطوری بود، بیرحمانه تو رو می‌کوبوندن با بالش. حالا چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه امیدوارم صدامون بد نباشه با این سر صدا. به خاطر اینکه ما الان داریم میریم یک میدونی که قراره توش جنگ بالش ها بشه. این خیلی نوستالژیکه برا من و چون یک بازی چیزه فکر کردم فقط ما این بازی رو میکردیم، نگو که جهان شمول بوده. خلاصه میخوایم بریم اونجا ببینیم که همچین چیزی هست یا سرکاری. بعد فیلم میگیرم از اونجا. اونجاست اون جنگ بعد اونجا باشه. حالا ببینیم هستی همون مشاهده کنید این عزیزان مشغول سر همگرد بالش مامان دوز آورده. جمعه که با کوسه میزنه. میبینی که همه حول و حوش این دوستمون. چه؟ See, guys, the cheese. اونم جشن بالش، مبارزه بالش ها که خیلی کار باحالیه. هم اینا انرژیشون تخلیه میشه
هم بهشون خوش میگذره. داشتم فکر می‌کردم که مثلا اگه این کار رو مثلا تو میدون ونکی، میدون تدریج ولی اصلا فرق با بالش حتما مثلا 20 تا کشته میدادی نه؟ ایرانایی که اینجا بودن هم خوب میزدن. من خودم بالش داشتم میزدم. ملیت ها فرق مثلا کره ها رو دیدیم چقدر یواش میزدن. اشاره یواش بالش بازیشون یکی بالششو پرتم تموم شد. Please come to us. Other than that, thank you very much for coming and see you on the next event.